با تأخیر اومدید مدرسه. شما تشریف بیار جلو ببینم. واسه چی با تأخیر اومدی مدرسه؟ آقا اجازه، ما یه خواهر داریم که اسمش زهراه. مامانمون اونو سپرده بود به ما، رفته بود ولی دیر کرد. به خاطر ما صبحونمون دیر خوردیم، دیر کردیم. دروغ که نمیگی؟ نه آقا دروغمون کجا. برو سر کلاست. آخرین بارت باشه ها. چشم. شما تشریف بیار جلو ببینم علی آقا. شما برای چی تأخیر کردی؟ آقا تو راه مدرسه یه تابلو نقاشی دیدیم، حواسمون پرت شد، دیر شد. یعنی چی؟ مگه کلاس نقاشی ندارید؟ مگه معلم ندارید؟ آقا معلممون فارسیش خوبه، نقاشیش خوب نیست. کی گفته که نقاشیش خوب نیست؟ همیشه نقاشی میکشه میبینیم. خیلی خوب خیلی خوب. برو سر کلاست. من خودم باشون صحبت میکنم. دیگه تکرار نشه. چشم. شما تشریف بیار جلو ببینم. برای چی تأخیر کردی؟ آقا اجازه، هم مامانمون خواهرمونو به ما سپرده بود، هم صبحانمونو دیر خوردیم، هم معلم ما نقاشی بلد نبود. آخه منم که حرفاتو باور کردم. حیف که دستم بسته است. آموز پرورش قدغن کرده تنبیه بدنی رو. وگرنه با اون چوبال بالایی که تو بچگی ما رو تنبیه میکردن بهت نشون میدادم که دروغگویی یعنی چی. تو یکی باید بری با ولید برگردی. برو ببینم. حالا نمیتونیم ما رو بخشیم؟ خیر بفرمایید.